سلام، شب شما بخیر. به خبر ده با من جنرال ناصر فرهمند خوش آمدید. سرخط خبرها: توافق احتمالی جمعیت اسلامی با حکومت. عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی میگوید که قرار است به زودی تفاهم نامه میان رئیس جمهور و رهبران این حزب به امضا برسد. این صحبتات هنوز بسیار خوب است. من از صحبتات راضی هستم و امیدوار هستم تا که بخواهیم نهایی شود. بررسی ادعاهای احمد اشچی از سوی لوی سارنوالی به منظور بررسی ادعاهای احمد اشچی درباره معاون نخست ریاست جمهوری هیئتی را گماشته است. سارنوالی مربوطه ما در قسمت از این موضوع هیئت توضیح کرده تا چگونگی موضوع را مورد تحقیق و بررسی قرار بده. تاکید بر همگرایی چهره‌های سیاسی. احمد ضیا مسعود بر همگرایی چهره‌های سیاسی در کشور تاکید می‌ورزد. بسیار مهم است که شخصیت‌های سیاسی ما، احزاب سیاسی ما، افکار شخصی خودند، سلیقه‌های شخصی خودند والای ملت افغانستان تحمیل نکنند. با افزایش درخواست پناهجویان به کشورهای اروپایی. خوش آمدید به این برنامه. تا یک ساعت دیگر من میزبان شما هستم. مشروع خبرها: عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی میگوید که قرار است به زودی تفاهم نامه میان رئیس جمهور و رهبران این حزب به امضا برسد. آقای نور میگوید که بر بنیاد این تفاهم نامه در تصمیم گیری های بزرگ سیاسی حکومت رهبران این حزب نقش خواهند داشت. وی می‌افزاید که می‌خواهد از سرپرستی ولایت بلخ کنار برود. در همین حال ریاست جمهوری این گفته‌های عطا محمد نور را تایید می‌کند. از مخالفان سرسخت رئیس جمهور در دوران پیکارهای انتخاباتی به شمار می‌رفت، اما اکنون میگوید که مخالفت‌ها کنار گذاشته شده است و قرار است تفاهم نامه میان حزب جمعیت اسلامی و رئیس جمهور امضا شود که بر بنیاد آن رئیس جمهور در تصمیم گیری‌های بزرگ سیاسی او و همپیمانانش را شریک می‌سازد. این صحبتات هنوز بسیار خوب است. من از صحبتات راضی هستم و امیدوار هستم تا که بخواهیم نهایی شود. البته چیزی هنوز امضا صورت نگرفته. یه خامه ما سرش کار کرده بودیم، از دو طرف حد زیادی به او متوافق شدیم که نهایی شود. آقای نور در ماه‌های پسین چندین بار با رئیس جمهور گفتگو داشته است. او میگوید در این نشست‌ها هر دو طرف خواستهایی داشته‌اند که به توافق رسیدند. مهمترین خواست رئیس جمهور از آقای نور چنین است: ما از پروسه سال که نیاز همه مردم افغانستان از حمایت بکنیم. ما سیاست خارجی حکومت که توسط دستگاه پالیسی حکومت وزارت خارجه است تنظیم بشه حمایت باید بکنیم. ما در تامین امنیت از تمام ظرفیت‌های خود استفاده بکنیم. میگوید که دلبستگی به کنار رفتن از مقامش در ولایت بلخ دارد و این موضوع را با رئیس جمهور نیز مطرح ساخته است. رئیس جمهور شرط نگذاشته که ما ولایت بلخ از من ترک بکنم. حتی پیشنهاد خود ما بوده که ما حتی مثال آوردیم گفتیم که اگر آب زلال هم یک جای دامدار واقع بماند بالاخره گنجیده نشه. آقای نور میگوید که کشور در شرایط شکننده قرار دارد. هراس افغانان در تلاش گسترش ناامنی‌ها و ویژه در شمال کشور هستند. میخواهند جنگ شمال و جنگ قدرت‌های منطقه تبدیل شود. از این رو نیاز به همکاری و پشتیبانی حکومت است. در همین حال کاخ ریاست جمهوری گفته‌های عطا محمد نور را تایید می‌کند. لوی سارنوالی به منظور بررسی ادعاهای احمد اشچی درباره معاون نخست ریاست جمهوری هیئتی را گماشته است. لوی سارنوالی میگوید که این هیئت کارش را آغاز کرده است و نتیجه این بررسی‌ها به زودی اعلام خواهند شد. در همین حال منابع به تولو نیوز میگویند که احمد اشچی در شفاخانه نیروهای خارجی در پایگاه هوایی بگرام و نیز در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان آزمایش شده است. لوی سارنوالی از آغاز بررسی‌ها درباره ادعاها درباره آزار و اذیت جنسی و لط و کوب احمد اشچی از سوی جنرال دوستم سخن می‌زند. سارنوالی مربوطه ما در قسمت از این موضوع هیئت توضیح کرده تا چگونگی موضوع را مورد تحقیق و بررسی قرار بده. بر رویت اسناد، شواهد، دلایل و مدارکی که به دسترس ما قرار میگیره. بعد از تحقیقات همه جانبه روی موضوع ما تصمیم قانونی ما را پیرامون از این موضوع اتخاذ خواهیم نمود.
در همین حال حزب حق و عدالت در یک نشست خبری از حکومت می‌خواهد تا ادعاهای احمد ایشچی معاون پیشین حزب جنبش را بر جنرال دوستم معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان به گونه‌ای جدی و شفاف بررسی نماید. دعوای مذکور که از طرف احمد خان ایشچی بالای معاون صاحب اول رئیس به جمهور کشور صورت گرفته، موضوع از طریق ارگانهای عدلی و قضایی به طور عادلانه جدی بررسی شود. اما آگاهان مسائل حقوقی بررسی اتهام بر معاونان رئیس جمهور و نیز مجازات آنان را بر بنیاد قانون اساسی همچون بررسی اتهام‌ها بر رئیس جمهور می‌گویند. افرادی که بتانند صلاحیت‌های رئیس جمهور را اعمال کرده بتانند، بنابراین پروسیجر محاکماتی اینها عین پروسیجر محاکماتی رئیس جمهور میتونه باشه. احمد ایشچی ادعا میکند که بر روز 5 ماه قوس در میدان بزکشی در شبرغان از سوی جنرال دوستم نخست رد شد و سپس در خانه آقای دوستم بازداشت شد و مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفت. در همین حال رئیس جمهور غنی در مورد رویداد جوزجان با شماری از بزرگان سیاسی و برخی از شخصیت‌های سیاسی نشست مشورتی برگزار کرد. رئیس جمهور تاکید کرده است که به این قضیه از مجرای نهادهای عدلی و قضایی کشور صورت می‌گیرد. در همین حال رئیس دادگاه عالی کشور که در نشستی در کاخ ریاست جمهوری سخن می‌گفت، اطمینان داد که پس از تکمیل شدن تحقیقات قانون در این خصوص با بی‌طرفی کامل تطبیق خواهد شد. ریاست اجراییه می‌پذیرد که عملی نشدن وعده‌های مهم رهبران حکومت وحدت ملی یکی از مشکلات جدی این حکومت بوده است. مشاور ارشد رئیس اجراییه در بخش فرهنگ می‌گوید که روشن نشدن صلاحیت‌های رئیس اجراییه هنوز هم یک اختلاف میان رئیس جمهور و رئیس اجراییه است. از سوی دیگر رئیس دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که آغاز نشدن توزیع شناسنامه‌های برقی و جدی نبودن حکومت در پیکار با فساد اداری مهمترین وعده‌های رهبران حکومت را زیر پرسش برده است. بیش از 2 سال از آغاز کار حکومت وحدت ملی می‌گذرد، اما تا هنوز هم صلاحیت‌های رئیس اجراییه مشخص نشده است. رهبران حکومت بارها درباره حل مشکلاتشان دیدارهایی داشتند، هرچند ریاست اجراییه میگوید که بیشترین کشیدگی‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی از میان رفتند، اما جدی‌ترین مشکل رهبران را چنین فشرده می‌سازد. بحث سر صلاحیت‌های ویژه و خاصی رئیس اجراییه است که فکر می‌کنم هنوز مانده. این صلاحیت‌ها در قسمت صلاحیت‌های تعیین و تقرر است که رئیس اجراییه بکنه و همچنین صلاحیت‌های امضای پولی که تا چه مقدار پول میتونه رئیس اجراییه فرض مثال امضا کنه. در حالی که مبارزه با فساد اداری و به میان آمدن اصلاحات در نهادهای دولتی یکی از وعده‌های مهم رهبران حکومت وحدت ملی بودند، اما ادامه کشیدگی‌ها میان رهبران حکومت به عملی نشدن این وعده‌ها پیوند داده می‌شوند. در کل شفافیت که لازم بود که در تمام ادارات ایجاد میشد متاسفانه که کار نشد و اصلاحاتی که نیاز بود که باید بسیار به شکل بنیادی این اصلاحات ایجاد میشد و نهادی نمیشد اصلاحات، متاسفانه که کار هم صورت نگرفت. اصلاح نظام انتخابات، آغاز توزیع روند شناسنامه‌های برقی و ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی شامل توافقنامه سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی بودند. یک سری اختلافات درون حکومتی است که اینا را موفق نساختند تا با وعده‌های خود عمل بکنند و مردم افغانستان شاهد تحقق وعده‌های حتمی و یقینی مسئولین حکومت وحدت ملی باشند. اما چرا این وعده‌های رهبران حکومت وحدت ملی عملی نشدند؟ آنچه که در توافقنامه سیاسی قید شده بلافاصله بعد از مراسم تحلیف باید کار انجام میشد که 2.5 سال سپری میشه، متاسفانه کارا نشده. یکی از مشکلات خیلی جدی بوده. تأمین امنیت، فقر زدایی، ساخت زیربناها، تأمین ثبات، دستیابی به کار و ایجاد برنامه‌های تازه برای اصلاحات در سقف و وعده‌های دیگر حکومت بودند که عملی نشدن آن بارها از سوی مردم انتقاد شده است. مردمان کشور باید نیروهای امنیتی را در نبرد سخت بهار آینده پشتیبانی کنند. احمد ضیا مسعود، نماینده ویژه رئیس جمهور، در دیداری از کاپیسا با بیان این مطلب میگوید که هراس‌افکنان در بهار سال آینده برنامه‌های بزرگی خواهند داشت. در همین حال او در بخش آوردن اصلاحات و حکومتداری خوب وجود هر گونه تقلب را در انتخابات آینده پذیرفتنی نمی‌داند و بر همگرایی چهره‌های سیاسی در کشور تاکید می‌ورزد.
این بار به کاپیسا میرسد تا زنگ هشدار امنیتی از فعالیت‌های هراس‌افکنان را در بهار سال آینده به صدا درآورد. آقای مسعود به این باور است که بدون هماهنگی کامل در سطح سیاسی و نظامی نمیتوان هراس‌افکنان را در کشور شکست داد. همه ما شما مطلع هستیم که سال نوی که پیش روی ما یک سالی است که شاید از نظر مسائل امنیتی با مشکلات زیادی ما شما روبرو شدیم. دشمن با وجود که شکست خورده و اختلافات بسیار عمیق در راده‌های مختلف صفوف دشمن به وجود آمده، اما باز هم اظهار نظر بعض دوستان بین المللی ما سبب عجیب شده که دشمنای مردم افغانستان یک بار دیگه جرأت بگیرن و یک بار دیگه دست به سازماندهی مجدد بزنن و یک بار دیگه در صدد عزیز شوند که جنگ‌های بسیار کلان در شروع بهار در افغانستان شروع بکنند. هرچند رسیدگی به مشکلات اجتماعی و اقتصادی باشندگان این ولایت هدف اصلی دیدارش را از کاپیسا می سازد، اما این مقام حکومتی آوردن تغییر در زندگی مردم را بدون اصلاحات جدی در حکومت و تعهد به انتخابات شفاف در آینده غیر ممکن می داند. بسیار مهم است که شخصیت‌های سیاسی ما، احزاب سیاسی ما، افکار شخصی خود، سلیقه‌های شخصی خود بالای ملت افغانستان تحمیل نکنند. موقعی بتن که مردم عام افغانستان مفکورها و خواستها و آرمان‌های مشترکی که مردم افغانستان دارند چطور بتانیم که در اطراف همین آرمان‌ها جمع شویم. مقام‌های این ولایت از فعالیت‌های هراس‌افکنان در 2 تا 3 ولسوالی کاپیسا سخن می‌زنند و حکومت را به بی‌توجهی به برنامه‌های زیرساختی در این ولایت متهم می‌سازند. اینجا 7 مورد حمله مخالفین در روزواره‌های تگاب، نجراب، عرصای دفع و تردید گردیده است. دیگه از چهره ها مردم خسته شده است. در بین توده ها باید داخل شوند. کسی که از پیشش رشوت گرفته شده او بروسیجه نیست و اگر هست هم به خاطری که از رئیس خود بترسه خاموش است. نماینده ویژه رئیس جمهور با نگرانی از ادامه پشتیبانی هراس‌افکنان از سوی شماری از کشورها میگوید که شماری از کشورهای بزرگ افغانستان را به میدان نبردهای نیابتیشان مبدل ساختند. این چندمین باری است که نماینده ویژه رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومتداری خوب در سفرهایش به ولایت‌های مختلف کشور از بهار سال آینده هشدار داده است. او به این باور است که اختلاف‌های سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی هم میتونه که به فعالیت‌های هراس‌افکنان افزایش بیشتری بده. سید طارق مجیدی، تولونیوس، ولایت کاپیسا. ریاست امنیت ملی از بازداشت یک دسته 10 نفری طراحان حمله‌های هراس‌افکنانه گروه داعش در کابل خبر می‌دهد. در یک خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که این دسته 10 نفری به سرکردگی عبیدالله در حمله بر عزاداران روز 10 محرم در زیارت کارته سخی کابل و نیز در حمله انتحاری بر واسطه نقلیه ریاست محافظت از رجال برجسته نقش برجسته داشت و میخواست که حمله های زنجیره‌ای را بر مسجد کارته 3 شهر کابل و چند بخش دیگر انجام دهد. خبرنامه می‌افزاید که اعضای این گروه با ابزارهای فنی مسجدها و تکیه‌خانه‌های مشهور شهر کابل را برای انجام حمله هایشان شناسایی می‌کردند. حکومت ایران در یک اقدام بی‌پیشینه به گونه رسمی اعلام کرده است که نمایندگان طالبان را برای شرکت در نشست وحدت اسلامی به این کشور دعوت کرده است. این نشست امروز و فردا با حضور نمایندگان بیش از 50 کشور جهان در تهران برگزار می شود. در این میان دستگاه سیاست خارجی افغانستان انتقاد می شود که توانایی رهبری بازی‌های منطقه‌ای و جهانی را در برابر افغانستان ندارد. پیش از این روسیه نیز تایید کرده که با طالبان رابطه دارد. باز هم خوش آمدید. کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌خواهد که ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران در کشور به شمول زرداد فریادی محاکمه شوند. این کمیسیون از ادامه فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان نیز هشدار می‌دهد و تاکید می‌ورزد که برای رعایت حقوق بشر در حکومت اراده سیاسی وجود ندارد. همزمان با این شماری از فعالان جامعه مدنی نیز می‌خواهند که زرداد فریادی به کیفر برسد.
کارنامه های گذشته زرداد فریادی دامنگیر شدند. دست داشتن در کشتارها، خشونت ها و نقض حقوق بشر از اتهام هایی هستند که بر زرداد فریادی نسبت داده می شوند. هنگامی که 2 دهه پیش بخشی از شاهراه کابل جلال آباد را در اختیار داشت. در افغانستان نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک صورت گرفته و در اینجا فرد و افراد زیاد و گروه های دخیل بودند و ما باید در مورد همه به صورت یکسان عدالت را تطبیق بکنیم و قضایای نقض حقوق بشری و جرایم جنگی را بسیار جدی بگیریم. زرداد فریادی در لندن هم چند سال زندانی بود. اکنون خواستها بر این هستند تا اتهامها بر این فرمانده پیشین حزب اسلامی به گونه جدی بررسی شوند. زرداد فریادی در بند نیروهای امنیتی به سر میبرد. آقای زرداد با توجه به جرایم سنگی که مرتکب شدند، به جرایم جنگی که مرتکب شدند، با توجه به قانون باید به سنگین‌ترین مجازات اینا محکوم شوند و به جزای اعمال خودشان برسند. کسانی که جنایت‌هایشان مشهود بوده در گذشته، چه در راگیری‌ها، چه در کشتار مردم، چه در کشتار افراد، چه به تجاوزها، اونا باید محاکمه شوند. در هنگام جنگ‌های داخلی پیکر شهر کابل فراوان آسیب دید و شمار بزرگی از باشندگان این شهر کشته و زخمی شدند. در این جنگ‌ها فرماندهان بسیاری به جنایت‌های جنگی و نقض حقوق بشر متهم شدند. مدیر مسئول یک رادیوی خصوصی امروز در ولایت لوگر کشته شد. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر میگوید که قاضی مدثر مدیر مسئول رادیوی پیام ملی امروز هنگامی کشته شد که از دفتر این رادیو در ولسوالی محمد آقا به سوی خانه‌اش یا روستای میرزاخیل میرفت. وی می‌افزاید که طالبان او را از موترش پایین کردند و کشتند، اما طالبان در این باره تا اکنون چیزی نگفتند. کودکان بازگشته از پاکستان به کشور با خطر ازدواج‌های اجباری روبرو هستند. یک نظرسنجی تازه صندوق نجات کودکان نشان می‌دهد که کودکانی که از پاکستان به افغانستان باز می‌گردند به علت‌های ناداری خانواده‌ها و نیز نداشتن چشمانداز امیدبخش با خطر ازدواج‌های اجباری روبرو می‌شوند. روزانه تا 3500 شهروند کشور از پاکستان به کشور برمی‌گردند. صندوق نجات کودکان یا سیو د چیلدرن وضعیت کودکان مهاجر بازگشته را از پاکستان به افغانستان نگران کننده میگوید. یافته ها یک نظرسنجی تازه نهاد نشان میدهد در صورتی که زمین مکتب رفتن کودکان مهاجر بازگشته فراهم نشود، آنان با خطرهای بیشتر ازدواج‌های اجباری و نیز کار کردن در سن پایین روبرو خواهند شد. بر بنیاد این نظرسنجی خانواده‌های بسیاری از این کودکان نادار هستند و آنان تنها راه را ازدواج اجباری کودکان یا فرستادن آنان به بازار کار می‌دانند. ما درباره خطرهایی که کودکان و آینده آنان را تهدید می‌کنند واقعا نگران هستیم. اگر اوضاع همین گونه ادامه یابد، هرگاه کودکان به ویژه دختران به آموزش و پرورش دسترسی نداشته باشند، با خطر ازدواج‌های زود هنگام روبرو خواهند شد. این کار همچنان تمامی کودکان پسر و دختر را ناگزیر و کار خواهد ساخت. بادام گل یکی از مهاجران بازگشته از پاکستان در ننگرهار از چالش‌های فراوان در زندگی خود و فرزندانش سخن می‌زند. منگا مکتب تقریبا د 2 میاشتو لپاره موقتی ده او دغه مکتب باندې موږ ماشومان خپل اینې چې په خېلوڅي او بل دا عاجز خلک کی غریب کی یو ورځ غره ته ولیږو ورو خاص پیراوړو خپل مشکل په حل کو. آمارها نشان می‌دهند که از آغاز سال روان میلادی تا کنون بین 650,000 تا 800,000 مهاجر از پاکستان به کشور بازگشتند و روزانه تا به 3500 تن به شمار آنان افزوده می شود. در ماه جون امسال حکومت پاکستان مهلت اخراج مهاجران غیرقانونی افغان را در این کشور تا پایان همین سال تمدید کرد و هشدار داد در صورتی که این مهاجران از خاک این کشور به گونه داوطلبانه بیرون نشوند اخراج خواهند شد. شفاف نبودن تخصیص ها، نبوده توازن و وجود سلیقه ها در بودجه از مشکلات همیشگی سند بودجه هستند. شمار فعالان جامعه مدنی با ابراز این مطلب میگویند که در بسیاری موارد مشکلات فنی در بودجه سبب میشوند تا این سند ملی با گذشت هفته ها نیز
از سوی مجلس نمایندگان تصویب نشود و امسال نیز مجلس نمایندگان باید با آوردن تغییرات در پیشنویس بودجه آن را تصویب کند. شماری از مهاجرانی که در 3 ماه سوم سال روان میلادی به کشورهای اروپایی درخواست‌های پناهجویی کردند در مقایسه با 3 ماه دوم سال روان میلادی 17% افزایش یافته است. اتحادیه اروپا میگوید که بیشتر این مهاجران از افغانستان، سوریه و عراق هستند. در 3 ماه سوم سال روان میلادی کشورهای اروپایی باری دیگر گواه شمار بزرگی از پناهجویان بوده‌اند. بیشترین مهاجران که از افغانستان، عراق و سوریه هستند تلاش کرده‌اند از طریق قاچاقبران انسان و راه‌های غیر قانونی خود را به یونان برسانند و سپس تلاش کرده‌اند وارد کشورهای اروپایی شوند. اما شمار بزرگی دیگر آنان نتوانسته‌اند خود را به کشورهای اروپایی برسانند و از سوی مرز با آنان بازداشت شده‌اند. بر بنیاد ارقام ارائه شده تاکنون 655 مهاجر سوری و 33 قاچاقبر نیز بازداشت شده‌اند. این یک حقیقت است که شماری از مهاجران از طریق قاچاقبران انسان برای رسیدن به کشورهای اروپایی تلاش می کنند. اما شماری از مهاجران خود تلاش می کند از طریق راه‌های غیر قانونی خود را به اروپا برسانند. در همین حال باشندگان محل در کنار یکی از رودخانه‌های ترکیه میگویند که بیشتر مهاجران از طریق این رودخانه تلاش میکنند خود را به یونان برسانند. مهاجران معمولا از این رودخانه میگذرند. این رودخانه در محلی موقعیت دارد که با درختها پوشانیده شده است. در بسیاری از موارد آنان از قایقها استفاده نمی کند، بل با پا تلاش می کنند از این راستا بگذرند. پلیس ترکیه نیز بر رسانه‌های این کشور گفته است که با توافق اتحادیه اروپا با حکومت ترکیه بیشتر قاچاقبران تلاش می کنند که از راه‌های غیر قانونی مهاجران را به یونان انتقال بدهند و در بدل انتقال هر یک از مهاجران بیش از $2000 امریکایی به دست می آورند. در همین حال یک گروه 50 نفری مهاجران اخراج شده از آلمان با امداد امروز به کابل رسید. برخی از مقام‌های آلمانی میگویند که درخواست‌های پناهجویی بیش از 12500 تن دیگر نیز رد شدند و قرار است آنان دسته دسته به کشورشان برگردانیده شوند. بر بنیاد آمارهای وزارت مهاجران و عودت کنندگان از آغاز سال روان میلادی تا اکنون بیش از 10,000 پناهجو از کشورهای اروپایی به کشور برگشتند. از همراهیتان به خبرهای این ساعت در طلوع سپاسگزار هستیم و باز هم در طلوع نیوز ما را دنبال کنید. شبتان خوش. برگشت به کشور و سرنوشت‌های ناروشن. ده‌ها تن از پناهجویانی که با امید زندگی بهتر دار و ندارشان را فروختند و از راه‌های پرخطر به کشورهای اروپایی رسیدند، اکنون به گونه اجباری به کشور بازگردانیده شدند. در خانه خواب بودم، فهمیدم که صبح 4 نفر پلیس آمد ما را بسته کرد، آورد فهمیدم در یک شهر دیگر در زندان برد. یک روز در زندان بودیم، فهمیدم نمی‌مان که تلفن کنیم. این پناهجویان ناگزیر هستند که زندگی را در افغانستان از صفر آغاز کنند. به خاطر اروپا بسیار چیز از دست من داده، مگر مجبور بودم اونجا باشم. هیچ کس وطن خود مثلا دوست نداره. من دوست از من که هیچ کس زیادتر دوست نداره. مگرم اجازه دادم من چی کنم اینجا با؟ مجبور هستم یا طالب بری یا داعش بری. اخراج این پناهجویان از آلمان اعتراضهایی را در این کشور در پی داشته است، چنان که ده‌ها تن در برابر میدان هوایی فرانکفورت گرد آمدند و از ماندن پناهجویان در آلمان پشتیبانی می‌کنند. اخراج این پناهجویان غیر مسئولانه است. افغانستان امن نیست. این نکته کاملا ناروشن است که این پناهجویان وقتی به کابل برسند چه بر سرشان میآید. دو روز پیش 13 تن دیگر از سویدن برگشتند. در سال 2015 میلادی در حدود 43,000 شهروند افغانستان به این کشور درخواست پناهجویی دادند. ما در سال 2015 در حدود 160,000 پناهجو داشتیم. این پناهجویان جامعه ما را زیر فشار سنگینی گرفت. از همین رو حکومت ما در سیاست‌هایش تغییرات آورد. اما حکومت در زمینه ادغام مجدد این پناهجویان چه برنامه‌هایی دارد؟ در سالهای اول با مشکلات مواجه می باشند، اما در کل راه پایان مهاجرت برگشت به وطن است. از آغاز سال روان میلادی تاکنون
بیش از 10,000 پناهجو از کشورهای اروپایی به کشور بازگردانیده شدند. حکومت ایران در یک اقدام بی‌پیشینه به گونه رسمی اعلام کرده است که نمایندگان طالبان را برای شرکت در نشست وحدت اسلامی به این کشور دعوت کرده است. این نشست امروز و فردا با حضور نمایندگان بیش از 50 کشور جهان در تهران برگزار می شود. در این میان دستگاه سیاست خارجی افغانستان انتقاد می شود که توانایی رهبری بازی‌های منطقه‌ای و جهانی را در برابر افغانستان ندارد. پیش از این روسیه نیز تایید کرده که با طالبان رابطه دارد. سیومین نشست جهانی وحدت اسلامی در تهران برگزار شده است. محسن عراقی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ایران که برگزار کننده این نشست است از افغانستان نام نمیبرد، اما میپذیرد که چهره های میانه رو طالبان برای شرکت در نشست دو روزه وحدت اسلامی در تهران فراخوانده شدند. موجودیت یک حکومت ضعیف و ناتوان است که قدرت و توانایی لابیگری و اقناع دیگران را به نفع منافع امنیتی افغانستان نداره و عامل خارجیش هم برمیگرده به رقابتی که در منطقه جریان داره. این نخستین بار نیست که طالبان در این نشست حضور می‌یابند، اما نخستین بار است که ایران به گونه رسمی میپذیرد که نمایندگان طالبان را دعوت کرده است. پیش از این سفیر ایران در کابل از گفتگوها میان ایران و گروه طالبان پرده برداشت. ضعف اقتدار درونی و پیچیدگی تحولات استخبارات منطقه‌ای افغانستان متاسفانه وارد فاز جدید امنیتی کرده که تمام اینها پیامد ضعف دیپلماسی در دوره حکومت وحدت ملی است که نتوانسته از پس مدیریت درست وضعیت بر بیاید. نو فکر باندې دا خبره چې دی کوي هغه به د دې په دې مر باندې موږ بنا کوو چې دی په افغانستان کې نور هم بدبختی تلاش ملمن وي او د بدبختی ور په افغانستان کې تازه کوي. با این هم روشن نیست که نمایندگان طالبان از کدام کشور به ایران خواهند رفت، از قطر، از پاکستان یا هم از کشور دیگر. افزون بر این هفته آینده مسکو میزبان نشست با حضور ایران، چین و نمایندگان طالبان خواهد بود. فرخنده زهرا نادری به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور در امور ملل متحد گماشته شد. ریاست جمهوری هدف گماشتن او را رسیدگی بهتر به مسائل مربوط به سازمان ملل متحد درباره افغانستان میگوید، اما شماری از آگاهان میگویند در حالی که افغانستان نماینده همیشگی در سازمان ملل متحد دارد و گماشتن مشاور در امور این سازمان هیچ نیاز نیست. رئیس جمهور در یک فرمان گماشته شدن فرخنده زهرا نادری عضو پیشین مجلس نمایندگان را به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور در امور سازمان ملل متحد منظور کرده است. در این فرمان آمده است به تعصی از فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان ایجاد یک بست خارج رتبه زیر عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور اسلامی افغانستان در امور ملل متحد و تقرر محترمه فرخنده زهرا نادری در آن بست منظور است. با گزینش بانو فرخنده آقای رئیس جمهور میخواد یک پیام به چند جهت صادر بکنه. نخستین که به سازمان ملل متحد میگه که در امور شما ما یک زن و یک دختر جوان به عنوان مشاور ارشد در امور مشاوریت سازمان ملل انتخاب کردیم. به جامعه زنای افغانستان پیام میده که یک بانو به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور انتخاب شده. فرخنده زهرا نادری در حال به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور اشرف غنی گماشته می شود که محمود سیقل از چهره های نزدیک به عبدالله رئیس اجرایی حکومت از ماه اکتبر سال گذشته میلادی به این سو همچون نماینده همیشگی افغانستان در سازمان ملل متحد کار می کند. روابط افغانستان در این اواخر با کشورهای دیگر زیاد شده و شاید هم ایجاب بکنه در ملل متحد که یکی دو نفر در اوجا باشه تا یک توانایی بیشتر داشته باشند. ولی من فکر نمی کنم که بر مبنای احتیاجی که دولت افغانستان و نمایندگی افغانستان در ملل متحد داره بر اساس از او این تعیینات شده باشد. برخی دیگر از آگاهان امور سیاسی گماشته شدن فرخنده زهرا نادری را نشان دهنده اختلافات میان رهبران حکومت می‌دانند. شاید در بد و امر دو موقف موازی
ارائه شود و نوع عملکرد ازیا به عنوان تداخل وظیفوی مطرح شود. آگاهان مسائل سیاسی میگن که افزایش مشاورگماری در حکومت وحدت ملی گونه‌ای از امتیازدهی سران حکومت به یاران پیشین کارزارهای انتخاباتیشان است. شبکه زنان افغان در هرات از حضور کمرنگ زنان در روند گفتگوهای صلح نگران است. شماری از اعضای این شبکه میگویند که اگر حکومت و شورای عالی صلح در این روند به زنان نقش ویژه‌ای ندهند، احتمال از دست رفتن دستاوردهای بیش از یک دهه تلاش‌های بانوان وجود دارد. در همین حال شورای عالی صلح در هرات میگوید که این شورا به زودی طرح تازه‌اش را در این باره با رسانه‌ها در میان خواهد گذاشت. اعضای شبکه زنان افغان اینجا نشست خبری را برگزار کردند و از حضور کمرنگ بانوان در روند گفتگوهای صلح حکومت با مخالفان مسلح سخن میگویند. اعضای این شورا میگویند که مخالفان مسلح دولت به ویژه طالبان ثابت نمودند که به آزادی‌های مدنی و حقوق زنان باور ندارند و نیاز است زنان نیز برای حفظ دستاوردهای بیش از یک دهه تلاششان در این گفتگوها حضور داشته باشند. در دوره حکومت خود در هیچ حقوقی برای خانم ها قائل نبودند و زنان هم در حال حاضر از همین دین و حراس دارند که اگر اونا در مذاکرات صلح نقش نداشته باشند و حضور نداشته باشند مبادا که حقوق از اونا پایمال بشه. زمان دستاوردهای زنها که قدر نهادهای مدنی در کشور زحمت کشیدن و کار کردن فعالیت کردن، این بالاخره به هیچ صورت میگیره، هیچ میشه. وقتی که هیچ شد این اینجاست که زنهایی که با آنقدر زحماتی که در طول چندین سال کشیدن این دیگه به خود زیر سوال قرار میگیره. برخی دیگر از اعضای این شبکه نگران نقض قانون اساسی و معامله بر سر آزادی‌های مدنی هستند. این فعالان جامعه مدنی از حکومت و شورای عالی صلح می‌خواهند که باید با کسان صلح نمایند که مواد قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. دستاوردهای زنان و جوانان در طی 14-15 سال اخیر اینا باید حفظ شود و کسایی که به پروسه صلح میپیوندند باید تعهدی داشته باشند که قانون اساسی افغانستان را رعایت میکنند و دستاوردهای که در پرتو قانون اساسی طی چند سال به دست آمده اینا باید حفظ شود و انکشاف داده شود. در همین حال مسئول دفتر رسانه‌های شورای عالی صلح در هرات میگوید که در حال حاضر بیش از 70 بانو در دفترهای ولایتی این شورا حضور دارند و در روند گفتگوهای صلح دخیلند، اما این شورا به زودی طرح تازه‌ای را برای ترکیب گفتگو کنندگان ارائه خواهند کرد که بر بنیاد آن نقش ویژه‌ای به بانوان داده شده است. در نظر گرفته شده که در مکانیزم یا در استراتژی جدید شورای عالی صلح حضور زنان بیشتر بسازند. یعنی این تعدادی که فعلا در کمیته های صلح ولایت کار میکنند به تعداد 72 تن از خانم ها عضویت کمیته های صلح در سرتاسر ولایت افغانستان دارند. اما میخواین که نمی آمار بیشتر بسازند به خاطر از اینکه خانم ها هم توانمندی لازم در شرایط فعلی دارند. قرار است نهاد جهانی پگواش طرح 19 ماده‌ایش را برای آتشبس احتمالی میان حکومت و گروه طالبان در میان بگذارد. ایجاد راهکار برای آتشبس، بیرون شدن نام‌های فرماندهان طالبان از فهرست سیاه، بیرون شدن تدریجی نیروهای خارجی از افغانستان، رها شدن زندانیان طالبان، طرح تعدیل قانون اساسی و رعایت حقوق بشر از موضوعات این توافقنامه هستند. اما این تنها یک پیش‌نویس از بحر توافق با گفتگوهای صلح دانسته می شود. شماری از فعالان حقوق بشر مقام‌های محلی خود را به شکنجه و زندانی شدنشان متهم می‌کنند. آنان در نشستی در کابل می‌گویند که هرچند در برابر رسم‌های ناپسند و خشونت در برابر زنان در مرکزهای ولایت خوست دادخواهی می‌کردند، اما مقام‌های محلی آنان را زندانی و حتی شکنجه کردند. به گفته آنان پس از رهایی از بند از ولایت خوست اخراج نیز شدند و بر فعالیت‌های مدنی خانولی عادل یکی از فعالان مدنی تحریم وضع کرده است. گروه کاری مشترک جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر در یک نشست اعتراضی در کابل مقام‌های محلی ولایت خوست را فرمانروایان مستبد و مخالفان حقوق و آزادی‌های مدنی عنوان می‌کنند. میگویند که چند پیش حرکت‌های مدنی را برای پایان دادن به رسم و رواج‌های ناپسندیده به ویژه عروسی‌های اجباری و زیر سن دختران و نیز خشونت در برابر زنان در این ولایت‌ها آغاز کردند، اما به شدت از سوی مقام‌های محلی سرکوب شدند.
موږ له نن وروسته راغلو کابل کې مو خپله مدني مبارزه د یو تعصب په شکل باندې جاري وساتله او کابل کې مو د 6 میاشتو لپاره تعصب خیمه ووهله. په کابل کې د خپل 6 میاشتني تعصب له ختمولو وروسته مو د پخوا په څېر په لرې پرتو ولایتونو په ځانګړې توګه خوست ولایت کې خپلو ملګرو مبارزو سره په ګډه خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. کله چې په خوست ولایت کې زموږ مبارزه په یوه ډېره مهمه د بحث وړ او د پام وړ مبارزه بدله شوه، نو یو شمېر زورواکو او چارواکو د خپلو شخصي تمایلاتو او ولایاتو له مخې زموږ د مبارزې مخه ونیوله، زموږ په مبارزه یې بندیز ولګوو او موږ یې بندیان کړو او موږ یې شکنجه کړو. این عمل مقامات محلی خوست و پکتیا سبب نگرانی نهادهای مدنی و فعالین حقوق بشر گردیده است. وضع تحریم ها در مقابل فعالین مدنی سوال برانگیز است و آنها خواستار تذکر نکات زیر می باشند. 1. از دولت افغانستان تقاضا می نماییم که توضیح بدهد که چرا خانوالی عادل در ولایت خوست به خاطر فعالیت های مدنیش توقیف و مورد شکنجه فیزیکی و روانی قرار گرفته است. شرکت کنندگان این نشست از حکومت مرکزی می‌خواهند تا چگونگی برخورد زشت را با این فعالان حقوق بشر و اخراجشان از ولایت‌های خوست و پکتیا به گونه جدی بررسی کنند. حکومت محلی خوست باید هر چیز زودتر در مورد قضیه آقای ولی روشنی بندازه و باید مشخص شود که چه کسایی در ولایت پکتیکا و ولایت خوست خانواده زندانی کرده و در ضمن ازی بدون ازی که جرمش معلوم باشه، بدون ازی که قضیهش معلوم باشه 3 روز در زندان و یا هم زندانیش میکنند. در همین حال سخنگوی والی خوست میگوید که کارکردهای آقای عادل و همراهانش بیشتر سیاسی بودند و از همین رو بازداشت شده بودند. گروه کاری مشترک جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که هرگاه حکومت در برابر این موضوع خاموشی اختیار کند، تعهد حکومت برای پشتیبانی از آزادی‌های مدنی با پرسش‌های جدی روبرو خواهد شد. از زادروز پیامبر اسلام در یکی از مدرسه‌های شهر کابل یاد بود شد. در این مراسم ملا ترخیل عضو مجلس نمایندگان از طالبان می‌خواهد که دست از جنگ بردارند و به روند صلح بپیوندند. منطقه پل چرخی، مدرسه‌ای که ظرفیت پذیرش 40,000 دانش آموز را دارد. ده‌ها تن در اینجا گرد آمدند و زادروز پیامبر اسلام را گرامی می‌دارند. در اینجا برخی از اعضای پیشین طالبان نیز به چشم می‌خورند. کدی حکومت رهبران دي او کدی طالبان رهبران دي بیل صلح بلالار نلر. برخی از اشتراک کنندگان این مراسم حمله های انتحاری را محکوم می‌کنند. ما امیدوار هستیم قسمی که دینمان دین رحمت هست، کشتنهای بیجا را مردود قرار مده، دین به خاطر رفاه آمده. این عالمان دین در حال حمله های انتحاری و کشتار غیر نظامیان را نکوهش می‌کنند که پیش از این مفتی اعظم عربستان سعودی نیز انجام حمله های انتحاری را حرام گفته است. یک بازرگان از بهر ساخت مسجد جامع جدید روضه در مزار شریف 500,000 دلار کمک کرده است. سرپرست ولایت بلخ با ستایش از کمک‌های این بازرگان ملی میگوید که رئیس جمهور در سفرش به مزار شریف نیز وعده داده است که برای ساخت این مسجد 1,000,000 دلار اختصاص خواهد داد. و می‌افزاید که کار ساخت این مسجد 5 سال پیش شروع شده است و عارف موسوی هم در این مورد گزارش می‌دهد. این مسجد گنجایش 7500 نمازگزار را در یک زمان دارد و یکی از بزرگترین مسجدهای کشور به شمار می رود. این مسجد در غرب زیارتگاه حضرت علی در مزار شریف موقعیت دارد و بر گستره بیش از 5000 متر مربع زمین در 2 منزل ساخته می شود. این مسجد در 2 طبقه اعمار شده و در طبقه بالایش ما میتونیم 7000 نمازگزار 7500 نمازگزار اینجا میتونن در یک وقت نماز خود به آرامی بخوانند. منزل تحتانی را ما مربوط به دفاتر و شعبات ریاست روضه اختصاص دادیم. کار این مسجد 70% انجام یافته است. تا کنون 4,700,000 دلار آمریکایی برای ساخت این مسجد مصرف شده است. قرار است یک کتابخانه، موزیم و یک مرکز پژوهشی نیز
در اینجا ساخته شود. به تازگی یک بازرگان ملی نیز $500,000 آمریکایی را برای ساخت این مسجد کمک کرده است. مسجد سرکلام و بزرگ است که سیستم گچبویی، کاشیکاری و سنگ‌های مرمر و زیبا در او در نظر گرفته شده. 116 تشناب دارد، منارای 53 متره دارد، 3 گنبد بسیار کلان و بزرگ دارد، سیستم تهویه هوا و سیستم گرم‌کنی و سردکنی عمومی را در نظر گرفته می‌دارد. برای نظارت از کار این مسجد، کمیسیون متشکل از شورای ولایتی، شورای علما، شهرداری، شهرسازی، حج، ارشاد و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ و نماینده مقام ولایت بلخ تشکیل شده است تا شفافیت در کار و مصرف این ساختمان وجود داشته باشد. ما به شما اطمینان میتونم از آدرس کمیسیون روضه مبارک که یک افغانی که در این مسجد مصرف شده همه مواردش وجود داره و با نهایت شفافیت یعنی بدون به اصطلاح سوء استفاده یا فساد در مصارفش ما ایرا بر شما اطمینان میتونم که انشاءالله و همه مردم شریف ولایت بلخ که این پول به جایی که مصرف میشه مکمل در این مسجد است. این مسجد از بزرگترین مساجد کشور است که بلندی منارهای آن بیش از 46 متر است و مجهز به مرکز گرمایشی و دیگر امکانات و تجهیزات ضروری می باشد. در این مسجد بیشتر کاشی‌ها و گچکاری‌های شبیه معماری ایرانی به کار رفته است. قرار است تا 1 سال آینده به بهره برداری سپرده شود. با پایان این ساعت خبری رسیدیم. از همراهی شما هم سپاسگزاریم. در پایان هم چند خبر ورزشی ببینید. خدا نگهدار. ملی پوشان کرکتباز کشور در نخستین دیدار 20 آوره توانست تیم امارات متحده عرب را با تفاوت 11 دوش شکست بدهد. بازی را در بخش بیتینگ نخست ملی پوشان کرکت کشور آغاز کردند و در 20 آور با از دست دادن 6 بازیکن توانستند 161 دوش را انجام دهند و برای تیم امارات 162 دوش را هدف تعیین نمایند که از جمله در بخش بیتینگ برای تیم ملی کرکت کشور نجیب الله زدران خوب درخشید و توانست با بازی نمودن 10 توپ 31 دوش ناتوت را انجام دهد. در مقابل در بخش بالینگ برای تیم امارات شهزاد خوب درخشید و توانست 3 بازیکن تیم ملی کرکت کشور را از میدان بازی بیرون نماید. بازیکنان تیم ملی امارات متحده عرب بازی را در بخش بیتینگ خوب آغاز کردند، اما با از دست دادن 7 بازیکن در 20 آور نتوانستند هدف داده شده تیم ملی کرکت کشور را برآورده سازند و بازی را با تفاوت 11 دوش به تیم ملی کرکت کشور واگذار کردند که برای تیم ملی کرکت کشور در بخش بالینگ کریم جنت بازیکن جوان خوب درخشید و توانست 3 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید و در پایان بازی با انجام دادن 26 دوش و سوختاندن 3 بازیکن حریف از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت‌ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. نخستین کارگاه آموزشی بدنسازی برای مربیان فوتسال افغانستان که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در کابل برگزار شده بود به پایان رسید. در این کارگاه نزدیک به 20 مربی از ولایت‌های کابل، هرات و فرا گرد آمده بودند و برای 6 روز شیوه‌های نوین بدنسازی را زیر نظر مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا به گونه عملی و نظری آموزش دیدند. مسلم بدونید نتایج این کورس را شما در 1-2 سال آینده خواهید دید که این بچه‌ها برن کار بکنن و مسلما فوتبال افغانستان به سطح بالایی خواهد رسید. لول اولش هست و برای نخستین بار در افغانستان برگزار شده که مربی‌ها با شیوه بدنسازی بازیکنان فوتسال هم آشنا بشن و بتونن که نگاه معیاری بازیکنان خودشون آماده بسازن برای بازی فوتسال. کلاس برگزار شد در سطح بالا، بسیار خوش است از رسمی فوتبال افغانستان و همچنین بی‌قراری که پیش آمد. در پایان این کارگاه آموزشی و پس از آزمون برای مربیان برتر از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا گواهینامه داده شد. بعد از چند نتیجه ضعیف شاگردان پپ گواردیولا در این دیدار نمایش بهتر داشتند و در نهایت توانستند تیم آماده واتفورد را با 2 گل شکست بدهند. سیتی بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه 8 رایم استرلینگ می توانست گل اول را به ثمر برساند، اما واکنش خوب گومز دروازه واتفورد را نجات داد. برتری سیتی ادامه داشت و بازیکنان این تیم چند بار تا آستانه زدن گل اول پیش رفتند تا اینکه در دقیقه 30 زابالتا قفل دروازه گومز را باز کرد. روی اگرسال دیبروین توپ روی تیر دوم به مدافع ارژنتینی رسید و او هم با ضربه مطمئن کار را تمام کرد. He's able to do virtually every game.
get forward, get into the opposition penalty area. Nice, a decent volley from De Bruyne. A really tidy finish though from Zabaleta. All the Watford defenders drawn underneath the ball. It's the man at the far stick that took it. حملات سیتی در دقایق پایانی نیمه اول هم ادامه پیدا کرد، اما دروازه واتفورد در این نیمه برای بار دوم باز نشد و سیتی با همان یک گل به رختکن رفت. در ادامه بازی متعادل‌تر شد و هر دو تیم موقعیت‌های خوبی داشتند که نتوانستند از آنها استفاده کنند تا اینکه در دقیقه 86 سیتی به گل دوم رسید. روی یک ضد حمله سریع و همکاری استرلینگ و دیوید سیلوا، ستاره اسپانیایی با یک شوت تماشایی از داخل محوطه جریمه دروازه حریف را باز کرد. در دقایق پایانی بازیکنان واتفورد تلاش زیاد برای زدن گل تساوی انجام دادند، اما توپ دیگر از خط دروازه‌ها عبور نکرد و بازی با برتری 2-0 سیتی به پایان رسید. When he got Silva breaking forward, Raheem Sterling breaking forward, Torre as well, but really intelligent play from Raheem Sterling. Could have tried to take his man on. historii ze Zlatanem Ibrahimoviczem, jego żona szwedzka, rodzina. بازی در شرایط آغاز شد که شیاطین سرخ برای ادامه روند خوب خود به امتیازات این مسابقه نیاز داشتند. شیاطین سرخ در دقایق ابتدایی بازی مالک توپ و میدان بودند، اما نتوانستند موقعیت خطرناک روی دروازه حریف ایجاد کنند. در اواسط نیمه اول زلاتان شانس خود را از فاصله دور امتحان کرد که در نهایت منجر به خلق موقعیت خطرناک نشد. در دقیقه 37 روی پاس پوگبا، رونی از گوشه محوطه جریمه می توانست دروازه پالاس را باز کند، اما عکس‌العمل خوب هینسی مانع شد. اما بالاخره فشارهای منچستر در ثانیه‌های پایانی نیمه اول جواب داد و این تیم به گل رسید. از روی ضربه آزاد و ارسال از سمت چپ، زلاتان با سینه موقعیت خوبی را در 6 قدم برای پوگبا فراهم کرد تا این هافبک فرانسوی گل اول شیاطین سرخ را به ثمر برساند. No to jest taka typowa bramka do szatni, bo tutaj już chyba wznowią grę i do widzenia. I sędzia gwizdnie po raz ostatni. Zastanawiam się, jak Zlatan pomyślał o tym zgrywaniu klatką piersiową, o takiej asyście, tak ciasno. Zobaczmy jeszcze raz, jak to wyglądało. No fantastycznie, no wydaje się, że wysunięty jest, tak. Że wysunięty jest w tej sytuacji Paul Pogba, więc offside chyba był, choć tak, no nie mamy oczywiście kamery idealnie ustawionej, ale no i chyba nawet ręką tutaj po nodze widzimy, trochę na farcie oczywiście wszystko. Dobrze, ale jednak... در ادامه نیز اتفاق خاص رخ نداد تا شیاطین سرخ نیمه اول را با یک گل برتری به رختکن برود. در ابتدای نیمه دوم جو با ضربه زیبا از پشت محوطه دروازه منچستر را تهدید کرد، اما شوت او به بیرون رفت. در دقیقه 62 پالاس بهترین موقعیت را برای گلزنی از دست داد. ضربه دیدنی مک آرتور از پشت محوطه جریمه با عکس‌العمل فوق‌العاده دخیا مواجه شد تا بازی با همان برتری یونایتدی ها ادامه پیدا کند، اما فشارهای پالاس در دقیقه 66 جواب داد و این تیم گل تساوی را به ثمر رساند. پاس پشت پای دلینی مک آرتور را صاحب موقعیت کرد و او نیز با ضربه دقیق از درون محوطه دروازه دخیا را باز کرد. Ale zobacz tą asystę środkowego obrońcy, no nieprawdopodobnie, no po nim bym się tego nie spodziewał, że tak fantastycznie Deleni zagra do McArthur'a. Zobaczmy, no tutaj, co on tam robi w ogóle, to jest inne pytanie. A ten dribbling Warda wcześniej no fantastycznie, o, i to jest ten moment, to uderzenie, no fantastycznie, no pewnie jakby stał przodem, by tak ładnie nie dograł jak tyłem i tutaj piętką tak, w ten chyba najlepsza w życiu. یک دقیقه بعد ضربه دیدنی رونی از پشت محوطه با عکس‌العمل خوب هینسی مواجه شد. لحظات بعد منچستر یونایتد توسط ماتا به گل رسید، اما با تصمیم مشکوک گل او پذیرفته نشد. اما این پایان کار نبود و روی پاس دیدنی پوگبا زلاتان با ضربه دقیق از زاویه دشوار در دقیقه 88 موفق شد گل دوم منچستر را به ثمر برساند. در ادامه نیز اتفاق خاص رخ نداد تا منچستر با همان نتیجه 2-1 حریف خود را مغلوب سازد. To rozegranie ze Zlatanem za każdym razem było niecelne w tej drugiej części spotkania. Aż w końcu widzimy ta asysta.